سلام بچه، خوش اومدید به چنل من. اول برید قسمت اول، دوم، سوم، چهارم راه بخونم ببینید و بعد بریم سراغ ویدیو. خب اینجا که قسمت چهارم بود که رفتیم، بریم سراغ قسمت پنجم. رفتیم تو خونه. رسیدیم به خونه. خب ببینیم تو چست چیه. تو چستم که بله فول ندرایتی و فول مسی هستش. آره، زحمت هایی که کشیدم الان جواب میده. چوب لباسیمه. این خیلی خوبه. اینا هم حیوان خونگی ها. من اونور اینجا هم که اجاق حیوان خونگی هم که براشون آب گذاشتم که آب بخورن حتما. و بریم سراغ طبقه بالا. طبقه بالا دوباره یه کاپرگولم داره و یه چست و دوباره حیوان خونگی ها. خودم افتادم. آره بچه، یه لحظه من افتادم، ویدیو رو استاپ کردم. و بله چقدر خوشگله. اینجا کتابخونه است. آره، اینجا هم که چوب لباسیم، لباسهای این چند دارم و اینجا غذاهامو میپزم. غذاها رو نگاه کنید، خوشگل. بچه اگه آموزش اینا رو میخواید ببینید حتما ویدیو رو لایک و چنل رو ساب کنید. ها کنین تو ها کن نکشین تو مشروبات الکلی خوردی نه پس از کجا میاد این بو لیلا پایین جام سروان خیلی فشارم پایین جام سروان سرهنگ داییم جام سروان اینا بیسکینی چایم جام سروان این دختر خالم. بچه‌ها اینم شد از نتیجه کار. اگه ویدیوهای داستانی اینجوری رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک و چنل رو ساب کنید که من باز از این ویدیوهای داستانی بذارم. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو. اگه دوست دارید بازم از این ویدیو رو بذارم حتما چنل رو ساب و ویدیو رو لایک کنید. خدا